ملاک ناب سامانی، معمولا ناب سامانی و معلولیت همراه استفاده میشن. ناب سامانی میشه بهش بگی شامل آشفتگی و بی‌نظمی میشه. ببین آشفتگی و بی‌نظمی در امور مهم زندگی، مثلا تو حیطه ارتباطات، خانواده، شغل، آشفتگی و بی‌نظمی ایجاد میکنه. شخصی که فوبی اجتماعی داره از جمع میترسه، نگران اینه که تو جمع ابراز وجود کنه، کارشو انجام بده. یعنی ایشون داره وزن زیادی به قضاوت دیگران میده، یک وزن افراطی و زیاد که دیگران چی میگن اصلا بهتره، مضطرب میشه، اصلا بهتره نرم تو جمع. خب حالا این شخص اگه دانشجو باشه به عنوان مثال، طبیعتاً توان ارائه پایان نامش مثلا نداره. اگر داره به مصیبت، یعنی چند بار غیبت کن، چند بار در واقع به بهونه‌های متفاوتی از حضور در جمع فرار کن. حالا اگرم که در واقع بره رو صحنه و بخواد اون پایان نامش ارائه بده، چون اضطراب شدیدی داره، یک کار دست پا شکسته ضعیف، چون توان ارائه رو نداره، توان بروز رو نداره. این باعث میشه که فرد در واقع تو حیطه های مهمش مثل حیطه شغلیش دچار مشکل بشه، آشفتگی به وجود بیاد، بی‌نظمی به وجود بیاد. و معلولیت شامل اون بخشی میشه که دیگه کاملا طرف اصلا قادر به انجامش نیست. ببینید مثلا تو ناب سامانی شخص میتونه کار رو انجام بده ولی به صورت خیلی بی‌کیفیت، خیلی کم، خیلی دست پا شکسته، آشفته، بی‌نظم. ولی تو معلولیت واقعا دیگه طرف اصلا توان انجام کار نداره. مثلا تو افسردگی شخص یک احساس خستگی خیلی شدیدی داره که این احساس خستگی توان انجام کارهای روزمره‌اش ازش میگیره. تا زمانی که کار رو انجام میده، حالا به صورت میگم خیلی دست پا شکسته میشه ناب سامانی، ولی زمانی که دیگه اصلا طرف قادر نیست که کار رو انجام بده که منجر به اخراجش میشه، مثلا دانشجویی که فوبی اجتماعی داره و نتونه در واقع اون فعالیت‌های جمعیشو، اون پایان نامه‌شو ارائه بده، طبیعتا اخراج میشه. بعد از چند دفعه کمیسیون و چند دفعه اخطار اخراجش میکنن و فرصت از دست میده و توان گرفتن مثلا اون مدرکشو نداره. اینجا معلولیت رخ داده. یا افسرده‌ای که مثلا داره میره سر کار تا زمانی که حالا به صورت دست پا شکسته، دیر زود یه سری کارا رو انجام میده، خب مشکل نداره. ولی زمانی که نه، اصلا نمیتونه از فرط خستگی بلند شه بره دنبال کار زندگیش، طبیعتا دیگه معلولیت رخ میده. یعنی افراد برای اینکه امور زندگیشونو در واقع تو امور زندگیشون نمونن، نیاز به حمایت دارن، همین حمایت روانی دارن. این میگم این شخص که مثلا نمیتونه انجام کارشو بده به علت وجود اختلال روانی دیگه، ما میگیم ناب سامانی. یا مثلا شخصی رو در نظر بگیرید که OCD داره، از بس دیگه اینقدر تمیزکاری کرده، دیگه کلافه شده، دیگه از به علت وجود این اختلال به بقیه امورش نمیتونه برسه و همش مشغول همینه و همینجور فکرای متفاوت، فکرای مضطرب، فکرایی که هر لحظه آرامش روانش رو تو لحظه به هم میریزن و باید یه عملی انجام بده، همیشه مشغوله که جواب این فکراشو بده. یا مثلا شخصی که اختلال اعتیاد داره در نظر بگیرید، تا زمانی که میکشه میبینی مصرف میکنه، این شخص شاید بتونه یه کارایی رو دست پا شکسته انجام بده. مثلا روزی که قراره بره تو مدرسه بچه‌هاش، شاید حالا یه جلسه نره، چند جلسه بعد با اصرار مثلا بلند شه بره سر اون جلسه، یا دیر بره سر اون جلسه اولیا و در واقع اولیایی که تو مدرسه میزنن. یا مثلا روزی که بچه‌ش مریضه، ممکنه به جای اینکه بره به یه دکتری مراجعه کنه، دنبال پیدا کردن مواد باشه یا مصرف مواد باشه. خب اینجا ناب سامانیه. یه زمانی دیگه اصلا این شخص اصلا در توانش نیست که این کارا رو کنه، تو جدول باید جمعش کنی، خودش هم مریض بشه باید یکی ببرهش. خب اینجا دیگه معلولیت رخ میده. خب تا اینجا من ملاک‌های اختلال روانی رو خدمتتون عرض کردم. گفتیم سندروم باید رنج، ناب سامانی و معلولیت ایجاد کند و بتواند
فرد را حداقل توی یکی از حیطه‌های شناخت، هیجان یا رفتار دچار مشکل کنه. ببینید ما حالا تعریفی از مثال افسردگی رو زدیم. چجوری اختلال افسردگی توی شناخت افراد اثر میذاره، مشکل ایجاد میکنه؟ آدمای افسرده تو درمانهای شناختی رفتاری در واقع ملاک اینه که آدمای افسرده توی شناختشون نسبت به دنیا، دیگران و خود اشکال ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی آدمای افسرده یک نگاه منفی نسبت به دنیا دارن. دنیا به درد چی میخوره؟ دنیایی که همش زجره. نسبت به دیگران جنبه منفی رو میبینن. مثلا تماس میگیره با دوستش جواب نمیده، شناختش اینه که نمیخواد جواب بده، به من اهمیت نمیده. نسبت به خودش چجوریه؟ مثلا باورش به اینه که من بی ارزشم، احتمالاً نمیخواد جواب بده. منو میبینن که مثلا چاق شدن دیگه اهمیتی بهم نمیدن، خودشونو میگیرن. یه همچی باوری، یه همچی نگاهی دارن نسبت به دنیا، دیگران و خودشون. پس شناخت ها دچار مشکل میشه. در نتیجه این شناخت های مشکل، هیجان هم منفی میشه. تو درمانهای شناختی رفتاری بیشتر تلاش بر اینه که از شدت هیجان منفی کم بشه و هیجان مثبت غالب بشه. البته هیجان چه منفی چه مثبت هر دوتاش نیاز بقا هست و باید باشه، ولی از هیجان منفی هیجان در واقع افراطی قراره کم بشه. وقتی که حالا همون مثالی که زدم، مثلا تماس میگیره با دوستش به هر دلیلی ممکنه اتفاق افتاده و جواب نداده باشه، میگه که آقا احتمالاً به من اهمیت نمیده. چه هیجانی غالب میشه؟ ممکن عصبانی بشه. تو هیجانش هم مشکل ایجاد میشه. هیجان از حد میزانش هم رد میشه، یعنی انگار که هیجان عصبانیت افراطی بروز میده. رفتار چی میشه؟ گوشه‌گیری و انزوا. پس تو زمینه شناخت هیجان رفتار توی اختلالات نیز مشکل ایجاد میشه. یه شخصی که پارانوید داره در نظر بگیرید. آدمایی که در واقع افرادی که پارانوید دارن باورهای هذیانی دیگه پرورش میدن. یک هذیان دارن. باور هذیانیش بر اینه مثلا تیپی که هذیان خیانت داره، هذیان گزند و آسیب داره یا هذیان خیانت داره، باورش اینه که پارتنرش داره بهش خیانت میکنه. شما هر چی مدرک و سند میخواد برای ببر، هیچ در واقع افاقه‌ای نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر که دستبند بزن به دست این شخص و به دست پارتنرش، او الان که دیگه چیزی باز نمیتونه دست از این باور هذیانیش برداره. یا مثلا راجع به مثلا اختلالات دیگه، اختلال OCD، باورش به اینه، شناختش اینجوریه که مثلا دسته درب آلوده، هیجانش اضطرابه، مضطرب میشه از این بابت، اضطراب افراطی، اضطرابی که دیگه نمیتونه کنترلش کنه. ببینید در واقع اون هیجان افراطی هست که مجبورش میکنه کارایی رو انجام بده و رفتاری که بعد از اون حالا شستن و تمیز کردن. پس تو اختلالات تو حیطه هیجان، شناخت و رفتار نیز مشکل ایجاد میشه. خب امیدوارم که توضیحات کافی بوده باشه. یک تعریفی بود از اختلال روانی. بازم اگر که جایی از مبحث نیاز به توضیح بیشتری داره، میتونیم با مثالهای عینی این تعریف رو در واقع توی یک محتوای جداگانه شرح بدیم خدمتتون و تقدیمتون.